آپدیت جدید اتریوم 5 دسامبر اومد. بیا تا بهت بگم چی شده و چرا مهمه. اتریوم تو این آپدیت جدیدش به اسم فوساکا 4 قدم مثبت برداشته. 1. هزینه تراکنش رو روی شبکه‌های لایه دوم مثل آربیتروم، بیس، اپتیمیسم، زد کیسینگ و غیره تا 70% کاهش داده. 2. میخواد که ظرفیت شبکهش رو تا 8 برابر بیشتر بکنه. زنگ خطریه برای سولانا. 3. کیف پول‌های مثل متاماسک دیگه با اسمارت والت ها فرقی ندارن. چند تراکنش همزمان میتونه ارسال بشه، گسش رو یکی دیگه پرداخت بکنه و کلی قابلیت جدید. 4. ظرفیت استیکینگ تا 64 برابر بیشتر شد. همونطور که میدونین اتریوم قبلا بر پایه الگوریتم پروف آف ورک بود، یعنی مثل بیت کوین که ماینر داره استخراج میکنه، اونم اینجوری بود که بعد از هک اتریوم و تبدیل اون به اتریوم کلاسیک، الگوریتمش تغییر یافت به پروف آف استیک، یعنی اتریوم استیک میکنی که جایزه بگیره در قبالش. ولی خب قبلا تعدادش اینجوری بود که هر 32 تا اتریوم یک نود میشد، یک ولیدیتور میشد که در قبالش استیکینگش جایزه میگرفتیم. ولی الان تعداد اتریوم ها به 2048 عدد افزایش پیدا کرده. چه کاربردی داره؟ شرکت ها و نهادهای بزرگ خیلی راحت تر میتونن اتریوم رو استیک بکنن. قبلا باید هزاران ولیدیتور میساختن، ولی الان هر 2048 عدد یه ولیدیتور میشه. خب هم شبکه سبکتر میشه، هم سرعت بیشتر میشه، هم تقاضای نهادی میاد پشتش. اینکه چه تأثیری رو قیمت اتریوم داره در آینده تو کپشن برات نوشتم و تحلیل تکنیکالش رو تو استوری برات گذاشتم. خیلی مخلصیم.